سلام فرهوش. ببین من یه چیز جالبی دیدم، این که شما یه وعده آبگوشت بخوای تو ایران بخوری میشه 1,000,000 تومن. 1,000,000 تومن میشه یه وعده آبگوشت. میفهمی یعنی چی؟ اصلا تو آبگوشت خوردی؟ یه پیازه و نمیدونم 2 تا سیب زمینیه و یه نیم کیلو گوشته و نخوده و لوبیا. همینا رو بخوای به هم دیگه جمع بزنی میشه 1,000,000 تومن. بعد تو حساب بکن تو ایران یه کارگر 10,375,000 تومن یه همچین چیزی، این میشه حقوق ماهانه حداقلیش، که خیلی ها دیگه حد اکثری نمیگیرن، همین حداقلیه. ببین این نکته که گفتی خیلی جالبه. وقتی یه وعده غذایی مثل آبگوشت حدود 1,000,000 تومن در میاد و از اون طرف یه کارگر داره ماهی 10,000,000 تومن حداقل حقوق میگیره، یعنی چی؟ یعنی اگه اون بخواد فقط روزی یه وعده مثل این بخوره، در ماه حداقل 30% حقوقش میره پای یه وعده غذایی. حالا حساب خب بکن حالا به فقط نظر این نیستش که باید اجاره خونه بده، نمیدونم هزینه بچه اگه داره که یه بچه مثلا فوقش حساب بکنیم، هزینه اون رو بده، مدرسهش رو بده، نمیدونم هزینه رفت و اومدش به سر کار هست، پوشاک هست، تمام اینها هست. چجوری زندگی میکنن؟ این خودش یه دقیقاً. معماییه. با همچین حقوقی چطوری میتونن زندگی کنن؟ ببین یه خانواده با حقوق حداقلی که مثلا 10,000,000 تومنه، وقتی باید اجاره خونه بده، هزینه بچه، مدرسه، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، همه اینا رو در نظر بگیریم، میبینی با این تورم بالا و قیمتایی که گفتی عملا دخل و خرج با هم نمیخونه. مجبور میشن از کیفیت غذا بزنن، تفریح و کامل حذف کنن یا برن سراغ چند شغل بودن. حالا سوالی که پیش میاد، این سبک زندگی تا چه حد پایداره و اینکه چه تأثیری روی آینده جامعه میذاره؟ طرف حساب کن 8 ساعت میخواد کار کنه، دوره بیاد بیرون 4-5 ساعت دیگه هم بره مسافر کشی بکنه. اصلا دیگه اسم این زندگی نیست. یعنی همه علکی میگن اهرام مصر رو نمیدونم برده ها ناطور بودن وضعشو، این که بدتر از بردهداریه. یعنی اینکه اصلا معلوم نیستش که داری چی کار میکنی، فقط شب میای پارک میکنی خونه، دوباره راه میفتی صبح بیرون. آره، دقیقاً همین جاست که اون مفهوم فرسودگی شغلی و فشار روانی بالا پیش میاد. اینکه یک نفر صبح تا شب چند تا کار انجام بده تا فقط بتونه از پس هزینه‌های اولیه بر بیاد، باعث میشه کیفیت زندگی به شدت افت کنه. و نکته مهم اینه که این شرایط فقط برای یک فرد نیست. وقتی گسترده بشه، یه جامعه خسته و بی‌انگیزه ایجاد میکنه. حالا به نظرت راه حل چیه؟ دولت چه نقشی داره تو این ماجرا؟ مردم چجور میتونن از این چرخه بیان بیرون؟ راه حلش که خیلی راه حل سختیه، منم واقعا تخصصی تو این زمینه ندارم، ولی تو حساب بکن 60% جمعیت ایران الان زیر خط فقرن. خیلی هاشون دارن یارانه بهشون میدن، الان قرار کپون توزیع بکنن. من میخواستم ببینم که این اتفاقی که داره میفته فقط برای طبقه فرودست نیست، این طبقه متوسط ایران هم داره سقوط میکنه. این متلاشی شدن طبقه متوسط چه تأثیری میذاره توی جامعه ایرانی، توی اعتراضاتش، توی انتقاداتش؟ و اینکه طبقه متوسط به هر حال موتور محرکه یه اجتماع بوده. این موتور الان دیگه به روغنسوزی افتاده. الان فکر میکنی با این وضعیتی که ما داریم آیا میشه امیدی به این بس که طبقه متوسط ما، مردم ما بتونن مثلا جامعه مدنی تشکیل بدن، بتونن یه سندیکاهایی تشکیل بدن، یه کار عمومی انجام بدن که بتونن مملکت از این وضعیت که هست بیارن بیرون؟ اصلا میتونن فکر کنن به چیز دیگه ای جز همین که یه غذایی برای اون شب داشته باشه؟ سوال خیلی مهمی پرسیدی. ببین طبقه متوسط همیشه موتور محرکه تغییرات اجتماعیه. وقتی طبقه متوسط سقوط میکنه و بخش زیادی از اون به زیر خط فقر میره، جامعه از یه نیروی فعال، مطالبه‌گر و آگاه تهی میشه. این یعنی چی؟ یعنی صدای انتقادات کمتر میشه، اعتراضات پراکنده تر میشن و انسجام اجتماعی پایین میاد. اما امید رو نباید از دست داد، چون همین طبقه متوسط اگه بتونه دوباره تشکل و آخه همبستگی ایجاد چجوری کنه میتونه دوباره از تشکل طریق ایجاد بکنه؟ ببین من حرفم همینه. نمونه های دیگرش رو نمیدونم جای دیگه داشتیم یا نه، مثلا یه وضعیت تورمی خیلی بالا و اینکه بعدش این وضعیت تورمی به کجا رسیده؟ به فروپاشی جامعه رسیده یا اینکه جامعه انقلاب کرده؟ چیکار کرده؟
جای دیگه سراغ داری اصلا همچین چیزی رو؟ آره، مثالهای تاریخی زیادی هست. مثلا تو آمریکای لاتین وقتی تورم افسار گسیخته شد، طبقه متوسط اومد به سمت ایجاد جنبش‌های بدنی و کجا، تو نهایتاً کدوم کشور؟ تغییرات سیاسی. تو بعضی کشورهای اروپای شرقی، مثلا آرژانتین یه نمونه خیلی شناخته شده است. تو دهه 90 میلادی آرژانتین با تورم فوق‌العاده بالا مواجه شد. طبقه متوسط واقعاً تحت فشار قرار گرفت. این نارضایتی‌ها تبدیل شد به جنبش‌های اجتماعی گسترده، تظاهرات خیابانی و در نهایت تغییرات سیاسی. یا مثلا لهستان بعد از فروپاشی بلوک شرق یه دوره تورم سنگین رو تجربه کرد. اونجا هم طبقه متوسط با تشکیل جنبش‌های مدنی و تشکل‌های جدی تونست تو سیاستگذاری‌ها تأثیر بذاره. اینا نشون میده اگه مسیر آگاهی و پیگیری ادامه پیدا کنه، حتی تو شرایط سخت هم میشه امید داشت. آره قبول دارم، امید چیز خوبیه، منتها یه فرقی بین آرژانتین، لهستان و ایران وجود داره که تو جفت این کشورها یه چرخش نخبگانی، یه دموکراسی وجود داشت و بعد تحریم نبودن. ما الان حدود 10 ساله که یه تحریم کشنده‌ای رو ایران هست و بعد هم داخلی مملکت هم الان توی مجلس نشستن با 3% آرا. بیا همچین وضعیتی اوضاع ما چطور میشه؟ این پارامترها رو هم باید حساب کرد. آره دقیق گفتی. این تفاوت مهمه. تو اون کشورهایی که مثال زدیم معمولاً یک چرخه معیوب وجود داشت بین قدرت و نخبگان و طبقه متوسط. وقتی این چرخه به هم میخورد، صدای طبقه متوسط بلندتر میشد، چون یه پل ارتباطی داشت با بدنه قدرت یا نخبگان فکری. اما تو ایران الان شرایط یه مقدار متفاوته. از یه طرف تحریم‌های طولانی و فشار بیرونی، از طرف دیگه کاهش مشارکت سیاسی و نوعی فاصله بین مردم و ساختار قدرت. این باعث میشه صدای طبقه متوسط کمتر شنیده بشه و اون چرخه مؤثر هم کمتر عمل کنه. اینجاست که بحث آگاهی و ایجاد تشکل‌های مدنی مستقل و پیگیر خیلی مهم میشه. در واقع طبقه متوسط ایران الان توی نقطه حساسه که اگه بتونه اون انسجام رو دوباره به دست بیاره، میتونه روی آینده جامعه تأثیر جدی بذاره. حالا ما اگه تحریم گسترده بشیم به نفع این طبقه متوسط هست که مثلا حکومت متزلزل میشه، یا اینکه تحریم ها برداشته بشه یا کمتر بشه و این طبقه متوسط بتونه جونی بگیره؟ ببین طبقه متوسط، این لهجه های عجیب غریب نگیری، اینو پیش خودت تکرار کن، طبقه متوسط، بعد برو جواب منو بده. باشه. درباره طبقه متوسط میگفتی. میپرسی اگه تحریم ها برداشته بشه یا کمتر بشه، این طبقه چه تغییری میکنه؟ ببین، طبقه متوسط تو ایران همیشه نقش مهمی داشته. وقتی فشارهای خارجی مثل تحریم کم بشه، فضای اقتصادی برای رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط بازتر میشه. این یعنی فرصت برای این طبقه که جون بگیره، دوباره سرمایه گذاری کنه و صداش رو تو سیاست گذاری بلندتر کنه. پس بله، کاهش تحریم یا بهبود روابط بین المللی میتونه یه فضای تنفس ایجاد کنه که این طبقه دوباره کمر راست کنه و نقش پررنگتری تو جامعه و اقتصاد ایفا کنه. خب یه سری دیگه میگن که اگه تحریم بشه اون موقع حکومت متزلزل میشه، این به نفع همه مردمه. اینا به نظرت چطوریه؟ این چه حرفیه؟ بحث پیچیده و مهمیه. وقتی تحریم ها کاهش پیدا میکنه، از یه طرف ممکنه منابع مالی بیشتری در اختیار حکومت قرار بگیره و از طرف دیگه اقتصاد کشور بازتر بشه، فضای کسب و کار رونق بگیره و طبقه متوسط جوندارتر بشه. حالا این وسط یه تناقض هم وجود داره. اگه اقتصاد بهتر بشه، مردم رفاه نسبی پیدا میکنن و شاید مطالبات مدنی و مشارکتشون هم بره بالا. از طرف دیگه حکومت هم به خاطر کاهش فشار خارجی یه ثبات نسبی پیدا میکنه. اما در بلند مدت تاریخ نشون داده وقتی طبقه متوسط قوی بشه و ثبات اقتصادی بیشتر بشه، خواسته های مدنی، مشارکت سیاسی و فشار برای اصلاحات هم افزایش پیدا میکنه. مثلا در تاریخ نتیجه کجا نشون داده؟ این نمونه تاریخیشو میتونی من بگی؟ مثلا اینکه
این طبقه متوسط در یک جایی از دنیا رشد پیدا کرده و حکومتی مثل مال ما بوده رو اومده تدریجی تغییر داده و به جایی رسیدن. حتما. یکی از نمونه‌های جالب شیلی در دوران پس از دیکتاتوری پینوشه است. اونجا هم یه حکومت نظامی با ساختار بسته و سرکوبگر حاکم بود. اما بعد از مدتی طبقه متوسط شروع کرد به رشد، به خصوص با باز شدن فضای اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاری خارجی. کم کم طبقه متوسط قدرت گرفت، خواسته‌های مدنی و سیاسی رو پررنگ‌تر کرد. نتیجه چی شد؟ حکومت مجبور شد به تدریج فضای سیاسی رو باز کنه، انتخابات آزادتر برگزار بشه و در نهایت مسیر گذار به دموکراسی طی شد. این یک نمونه از جاییه که طبقه متوسط تونست با رشد خودش به مرور ساختار قدرت رو هم مجبور به تغییر کنه. باش، ما امشب دیگه شعرخوانی نداشته باشیم، رو همین طبقه متوسط کار کن. طبقه متوسط، یه بار با خودت تکرار بکن، دفعه بعد این متوسط نگی من درست نفهمیدم. امشب رو بگذاریم.